آقا این آقا صاحب خونه منه. خب الان براتون تعریف کنم داستان چیه. کار نداری؟ خدا حافظ. آقا از این آقا صاحب خونه منه. نزدیک 7 ساله من تو خونه آقا میشنم. الان صبح اومده پیاده روی دیدم آقا بیا 2 ماه قرارداد خونت تموم شده، بیا ببینم میخوام با من چیکار کنی. اینا آقا من تو این 7 سال با تو چیکار کردم؟ برو همون کاری کردم. آقا اجاره خونت بالا پایین میخوای چیکار؟ 7 سال من مستاجر این آقا. خب آقا برو فکر هیچی نباش، تو چیکار اجاره خونه داری؟ خب برو 4 سال بیمارستان بودم این آقا نه دنبال اجاره خونه‌ش اومد، تازه پولم گذاشت کمکم که صاحب خونه منه. خب الان اول صبح اومده پیاده روی یقه‌اش گرفتم آقا جون بیا حساب کتاب درست کن. تو آقا برو تو هر موقع پول داشتی به ما حرف بزن، برو بشین تو خونت صحبت نکن. ببین خدا پدر مادرتو ببخشه بیامرزه. واقعا ببین حلالت باشه اون شیر مادری که خوردی، اون واقعا نمک پدرت، نور نمک پدرت تو رو انقدر با شرف وار آورده. اومدم میگم آقا الان اجاره خونه اینجا قیمت خوب بهترین جای تهران من دارم، یکی از بهترین نقاط تهران دارم، خونه خیلی خوبی دارم میشنم. الان اجاره خونه تو خیلی چقدر به تو بدم؟ آقا بگی چقدر دوست داری من بدی؟ چقدر دوست؟ هر چی خودت دوست داری من بده. من به من نگو اجاره خونه تو الان اجاره اینجا خیلی سنگینه، دهکده المپیک چقدره؟ یا آقا اجاره من بهش میگم آقا 9 تومن میتونم در بابت دست به من داده. آقا خدا برکت بده، دستم در نکنه. برو دنبال زندگی. همون 9 تومن من پول پیش نمیخوام آقا، برو. این آقا سیروس فامیلی سیاسیه. 7 سال من مستاجر این آقا. هیچ سالی میرم سال به سال یقش زوری میگیرم، با دعوا میگم بیا قرآن بیا پول بهت بدم. امسال هم سال 8م که داریم توی خونه میشیم. این صاحب خونه منه. کاری بکنید صاحب خونه که یکی بتونید رحمت به روح پدر مادرت، رحمت نه با ناله و نفرین پول بهتون بدن. الان من این خونه بیام بیرون 4-5 میلیون تومان اضافه تر این خونه رو میبرن، راحت میبرن. ولی انسان تو چی هستی؟ درود به شرفت که اینقدر گذشت به قرآن قسم